آیا خوردن مارماهی حلال است یا نه؟ اگر مارماهی که می تاجیکای ما میگیم بعضی ماهی های هست که رنگ مارن، رنگ مار که مثلا همون کلاشون رنگ مارای، رنگ ماری تری دراز نیستن. ما بعضی ماهی ها را خودمون مارماهی میگیم، اگر به شرطی که همون خیل مارماهی هایی که ماهی ایو لیکن کمتر همون کلاشون رنگ مار است و هیچی باقی نداره، اوناش درستن. فقط نادرست خب یعنی هر چیزی که در درون آب هست، حیاتش در درون آب هست، تولدش در درون آب هست، اینها رو حلال میگیم. مثل کید باشد، مثل دلفین باشد، مثل اکولا باشد یا دیگر نوعهای ماهی هایی که هستند. فقط مذهب خودمان خرچنگ نادرست میگه، انا سنگ پوشت، سنبقه میگیم، سنبقه های آبی یا اونا کرکدیلا هستن، بیگیمات ها هستن، انا اونایی که مثال در اونجا هستن اونها نادرستن خوردن اینو. لیکن نمود ماهی، هر نوع ماهی که باشد همش در مذهب خودمان حلال درسته خوردنشون. آیا گهواره بخش در اسلام هست؟ گهواره بخش مقصد وقتی که خوردن، بچه یا دخترک خوردن، در حالت خوردیشان پدر و مادر، یعنی از دو جانب پدر و مادر ها انا همونجا دا گوییم که نکاح میکنن، بخشش قبول از طرف ولی ها میشود، این نکاحشان واقع میشود. لیکن وقتی که اگر کلان شدن، اگر یکدیگر اگر قبول نکردن، اینجا دا میتونن که با اینها را هم یا مفتی یا قاضی یا خودشونن مثال فسخ کنن، بیکار کنن و روان با مثال کدامش که کسی را که خواهش داشته باشه بگیره. اگر پدر و مادرم در سن 2 سالگی هم جدا شدن به خاطر زن دوم پدرم، ولی پدرم ما را تا حال با همه شرایط خوب نگاه میکند، ولی مادرم دائم پدرم را دعای بد میکند. خب میگوید که در جوانی هم حیاتم را سوزان، وقتی که با مادرم میگویم دعا نکن گناه است، ما را هم دعای بد میکند. ما چیکار کنیم؟ آیا مادرم گناهگار میشود یا نه؟ شما با پدر و مادر چقدر نشین دادرای عزیز. مقصد وای زنی دوم گرفته است، اینش ای زنگیری مثال مردکش گیله داره، اینها چیزی داره ندارن بین خودشونه. اینها را شما فرزندا هیچگاه در همین مسئله دخالت نکنید، هیچ وقت دخالت نکنید، هیچ وقت خطانت بگیم که سزاوار دعای بد نکنید. از همین لحاظ خوبش همینه که در این مسئله چقدر شما یعنی گویا که چیزی را نمیدونید، گویا که مقصد همین پدر شما یا مادر شما از همین مسئله چیزی میگن نمیگن، خلاص اهمیت ندید. مادرت ناحقی، پدرت در این مسئله حقی، اینجا در مقصد شما قاضی نشین. برای خوبش همیه که در این مسئله چخه نشین، دل سیاهی نکنین، دعاهای کلانتر در راست خودتان حرکت کنین، دعاهای نیک بگیرین، دعاهای بدشونه نگیرین. خب استاد معنای سمیع الله چیست؟ ما میگیم که سمیع الله لمن حمیده، شنید الله شخصی را که او را حمد میگوید. ببینید یعنی سمیع الله شنید الله، او لمن حمیده ای که میگیم مر شخصی را که او را حمد میگوید. یعنی من وقتی در درون نماز که الله مهربان من ستایش میکنم، میگر الله مهربان میشنود آن چیزی را که تو را ستایش میکنی. برای همین سمیع الله به معنای که شنید الله. آیا در بالای کرپچه نماز خواندن جایز هست؟ جای بلند یا که جای مثال ملایم باشد؟ البته در بالای کرپچه نماز خواندن اجازت هست. کرپچه اگر نمازی باشد هیچی باقی ندارد، خواه بلند باشد خواه پس باشد. یعنی در بالای کرپچه، در بالای قالین، فقط در جایی که یعنی وقتی سجده میکنی که پیشانیت قرار نمیگیره،
یعنی مثال پخته هست که همین تا چند سر تا میمونی تا چند سر طرف پایان رفتن میگیرن. انا اونجا دا نادرسته. این مقدار کورپچه‌ای که ما داریم مثال 10 سانتی متر 20 سانتی متر 30 سانتی متر اینها معنای ایرا ندارن. اینجا مثال سجده بالای گندمای، بالای یگان زغیرای، بالای یگان پختای، یعنی یک چیزی که وقتی سر میمونی سر قرار نمیگیره میرود مقصد. انا این حالت ها جای انا اینجا سجده نادرسته. ولی بالای کلپچه و بالای قالین و بالای ادیال و اینها در هیچی باکی نداره. نماز هم خوانین سجده هم کنین. خب استاد جان من در ترکیه زندگی میکنم، در اینجا نماز را خیلی اینجا شد دوامی سوال شد نفهمیدن چه خیلی آمده است. بعد گفته است در این مسجدی که نماز میخوانیم امامش بسیار تیز نماز میخواند، ما از پشت همین خیلی امام نماز را خوانیم یا تنها خوانیم؟ نه، از پشت وای بگذار اگر وای تیز هم که خواند وقتی اگر همون تلفظاش که درست هست مقصد تیز خواندن او ویران بودن و نادرست بودن نمازی را نشان نمیده. مثال هست الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بین هر یک تشدید ها هر یک حرکت ها وقتی جای خچه میگیره، علاوه در نمازهای تراویح بینین وقتی که درست میخونن، قاری های ما که درست میخونن تیز میخونن نمازهای پشان درست میشود. تیز خواندن به معنای که تماما دیگر حرف دایره نکنه، معنا را تماما نفهمی، انا اینجا ده از پشت اینها ما نماز نمیخونیم. استاد میگویند در قیامت آدمان پیر جوان میشوند، کودک ها چگونه میشوند؟ کودک ها هم همون یعنی از بین 30 تا 33 میگیم همین مقدار همه به همین سین سال هست. یعنی هرچی اگر کودکی هم که از دنیا گذشته باشد اینها هم به همون سین سال 30 تا 33 قرار میگیرن و با همین سین سال مقصد در همون جنت عیش و نوش میکنن برادر عزیز. خب در قیامت آدمان از کدام استخوان پیدا میشوند؟ ما حدیثی داریم برادران عزیز و گرامی که زمانی که از نزد الله مهربان بارانی که باریده میشود برای بار دیگر مردم از سر نو از قبرها بلند کردن، میگه همون استخوانی را که پیامبرمون عجب الذنب گفتن، یعنی استخوانی که در آخر ستون مهره قرار دارد، میگه همون از بین نمیرفته است. ایرا حتی که ایرا در علم امروزه هم در گرمی هم ماندن تغییر نیافت، در خنکی هم که ماندنش تغییر نیافت. یعنی از همون عجب الذنب پیامبرمون گفتن که باز از سر نو شما تشکل میابین، شما مقصد به همون اصل اولتون که بود به همون اصل اولتون بر میگردین.